نهم مای کدام ایده؟ نهم مای غلبه. غلبه کدام دولت؟ جنگ همه دولت سیوز، سویت سیوز. ضد کی؟ ضد فاشیست گرمانی. همین جنگ روسیه ضد اوکراین به همون حادثه جنگ دوم جهان به فکر شما مانند نیست؟ ایوایده بدتره. خیلی بدتره. مانند. چی ماننده داره؟ برای اوکراین سو جنگ سوم جهان. کی حق است به فکرتان؟ که خدا میدونه کی حقه. کی حقه اوکراین سو حقه. هیا دولت دیگه درآمدی آدم حق میشه. اوکراین سو حقه. 2 ماه است که روسیه ضد اوکراین جنگ کرده است. همین جنگ به همون جنگ مانند نیست؟ از جهت اگر حساب باندرو گیریم مانند است. باندرو مثل هیتلر بودند. فاشیستان بودند. آنها من خودم سالی 72 در لووف بودم. آن وقت دیدم که با روس‌ها چطور مناسبت میکنند. کی باندرو است؟ باندرو این گالیسیا، لووف، جهتی غربی اوکراین. خب اخبار جنگ روسیه اوکراین را از کجا تماشا میکنه؟ از شبکه نیویورک، اروپایی، تاجیکستان، اینترنت همه طرفا میبینیم ما. یعنی از کدام تلویزیون تماشا میکنه؟ تلویزیون خودم ما میبینیم. سفینه، شبکه یکم و روسیه. شبکه روسیه هم تماشا میکنه؟ روسیه هم تماشا میکنم. چه کدام روز؟ کدام جشن؟ نه کدام جشن. ما از ما میپرسم. ایتی غلبه نهمی مای. خب همین جنگی که روسیه ضد اوکراین سر کرد به همون حادثه جنگ بزرگ وطنی مانند نیست؟ حادثه های من کامنتری بود نمیکنم. مانند هست وقتی دور استرسه باید هم شفقت انصاف بوده. از یکم رحم و انصاف شفقت نیست. از همه خیلی رسوش دیگه که بگذراندگی انده در عصر 21 ده. همین مای کدام روز است؟ روز غلبه. روز غلبه چی؟ بر فاشیسم، بر جنگ بزرگ وطنی، بر فاشیسم، بر هیتلر. آنها اعلام کرده آمده بودن. اینا اعلام کرده رفته سا جنگ کنی. هیتلر اعلام نکرده بود. یک بار اعلام کرد جنگ رفتگی بود. با فکرم پوتین اعلام کرده رفته جنگ. برای ما کجا که باشد تینجی باشد است. روسیه اوکراین تینج باشد. وطن ما باید تینج باشد است.